ذات چارواهای نمودهای گوناگون کاتگوری تاریخی بوده همه وقت وجود داشتن نمیتواند. مهلت استفاده برای این یا آن ذات چارواهای نمودی گوناگون از درجه استفاده برای آن وابستگی زیاد دارد. وابسته به طلبات زمان، تیپ و ذات‌های به شرایط مطابق و به طلبات تکنولوژی استحصال محصول چاروا در شرایط صنعتی کنونی آن به وجود آورده می شود. بنابراین نگاه داشتن و ذخیره نمودن نطفه چاروای ذات و نمود گوناگون نادر و از بین رفته ساده که دارای قابلیت بلند محصولناکی و ارثی میباشند یکی از عامل‌های اولین درجه زوتکنیکی بوده برای در آینده به دست آوردن نسل دلخواه و ذات و تیپ‌های چاروای به شرایط حاضر زمان جوابگو دارای قابلیت بلند ارثی به نسل گذرانیدن خصوصیت‌های خود و بلند برداشتن نشاندادهای محصولناکی پوده شرایط فراهم می‌آورد. مرکز جمهوری به تکنولوژی چاروای اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان اوید به مسائل مهمترین ترقیات چارواداری جمهوری تحقیقات خلاصه علمی را در عمل تطبیق می‌کند. وظیفه‌های اساسی مرکز مذکور این گذراندن کارهای علمی تحقیقاتی اوید به خصوص نمودن چاروای اهالی، یک کناندن نطفه چاروای ذات‌های گوناگون و ذخیره نمودن آن در ذخیره‌گاه‌های مرکز، تکمیل اصول و کارهای سلکسیونی و ذات‌پروری، بهتر نمودن صفات ترکیبی ذات چاروا و تهیه طرز و اصول‌های بازتولیدی چاروا، تجدید پوده، نسلگیری و بیوتکنولوژی، سنجش و کارکرد مواد و واسطه‌های بیولوژی و کیمیایی برای بلند برداشتن محصولناکی و نسلگیری چاروا و نسل‌آوری چاروا میباشد. بینندگان گرامی، این زمان ما در مرکز بیوتکنولوژی چاروای اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان قرار داریم که در اینجا چاروا پرورش کرده می شود و در رابطه با دورنما و کارهایی که در اینجا انجام داده می شود همصحبت ما هستند ابراهیم باباکلانوف، نامزد علمی کشاورزی. خوش آمدید به برنامه ما. و واقعا هم در اینجا ما می‌بینیم که هم بقه ها هستن و هم گوسفندان حصاری هستن. خب مرکز بیوتکنولوژی چاروای اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان در این سمت چه کارها رو انجام میدهد و هدف آن از چی عبارت است؟ حاضر ما در مکان جاگیر هستیم که در اینجا ما چاروای نگاه می‌داریم که برای در آینده ما همین با خواجگی‌های فرمری، خواجگی‌های دولتی دسترس کردن نطفه آنها جایگیر است. در اینجا ما بقاهای ذاتی سیالای تاجیکی که دستاوردی علمانی اکادمی علمی کشاورزی می باشد. اینجا ما همین بقا و حاضر بقا و گوسفندان حصاری پرورش نگاهبین کرده ایستادیم که از اینجا ما نطفه آنها رو گرفته برای در آینده پیشبردی کار استفاده میبریم. در اینجا هر یک بقایی که در اینجا ایستاده است لقب خودش رو دارد. بقا با لقب ملیش، بقا با لقب کنیاز. کنیاز این دستاورد همین از باردارکنی سنی که ما در همین مرکز خودمون گذراندیم. کنیاز از در 6 ماهگیش علاقه 250-300 کیلو وزن زنده دارند. همین با نشانده‌های از همه بلندش که چی میشد نشان خود می‌دیم و از روزی که تولد میشه همین بقچه ما تیار میکنیم برای در آینده استفاده بردن. از روی تولد شدنش وزنش استفاده میکنیم، قد و بست هم میباید به نظر گرفته از روی همین خصوصیاتش ما اینا برای چی در آینده استفاده کرده و نطفه و یک کننده با راه‌های اینوواتی حاضر زمان تکنولوژی حاضر قطعی ما یک کننده در ذخیره‌گاه مرکز نگاه می‌داریم. خیلی خوب. و واقعا شما ذکر کردید اینجا مثلا بقاهای ذات تاجیکی، سیالای تاجیکی پرورش کرده میشد. خب برای پرورش کردن آنها راستی آنها چگونه براه مانده شده است و از کدام خوراکی بیشتر استفاده می‌شود؟ هر یک چاروایی که در اینجا نگاه داشته میشد هر کدام آنها به خودشون راسیون دارند. معیار خوراکخوری همین روز همین بقده چی داده میشه همینا بار کشیده با همین گرم و با همین میکرو الیمنت هایی که همین ضرور است همین ما در همینجا میتیم با کدام خاطر با اون خاطری که هر یک نطفه ای که ما در اینجا میگیریم اینا ذخیره میکنیم این نطفه ها سالهای دراز در درونی یخ میستند. مینوس 196 گراز خنکی دا میسد برای مینوس 196 گراز خنکی دا ایستادن و چی باشد؟ بردم باشد، سالم باشد، بقوت باشد.
هر یک چی وقتی که بردم و سالم بقوت باشه در آینده چی میتیه نسل خوب میتیه. در اینجا ما مشاهده میکنیم که تنها 3 بقعه است. خب اینجا همگی 3 تا پرورش کرده میشه امکان دارد که نه ما اینجا در 3 بقعه که ما از این حاضر ما تیار کردیم از این ما نطفه میگیریم. حاضر با ما تیپ شویدی داریم انا حاضر ما سیمنتالی با ادوار شدیم تیپ سیمنتالی که همه روز طلبات به همین در همین اهالی جمهوری طلبات به همین زادهای نو همین طلبات زیاد است موافق خواهش خواجگی چاروا پروری نطفه ما تیار میکنیم. نطفه‌ای که در اینجا تیار میشه اینا بسیار این نطفه ها نمیشد و نه اینجا در نطفه به همین تمامی چی گویم نازکی هایی که امروز تکنولوژی امروزه اینوواسیونی مطابقند جوابگو میشه به همین شرایط امروزه جوابگویان. مقصد اساسی کارهای علمی تحقیقاتی با استفاده از اصولهای اینوواسیونی بیوتکنولوژی بها دادن به صفت ارثی چاروا، نگاه داشتن ذخیره‌های ارثی چاروا و استفاده مقصدناک آنها عبارت میباشد. برای رسیدن به این مقصد مرکز مذکور باید یک زمره وظیفه‌های مهم را از جمله تامین پرورش مقصدناک بقعه‌ها و خوشخوارهای نسل دهنده ذات‌های گوناگون، مایع نمودن پیدایش بقعه‌های نسل دهنده با اصول ایمونوژنتیکی، تطبیق نمودن اصول بهادهی به صفت نطفه چاروا، استفاده با برنامه IDA تکنولوژی آلمان و گرفتن نطفه چاروا یخکنانیده و استفاده مقصدناک آنها ارزیابی می شود. کارهای علمی تحقیقاتی در سرشمار چاروای مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاروای اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان، خواجگی‌های چارواداری، شکل‌های جماعتی، کاپراتیوی، دهقانی و فرمری آید و پرورش چاروای شیر و گوشت گوسفندان ذات‌های حصاری و تاجیکی اجرا کرده می شود. در برابر بقعه‌ای که اینجا پرورش کرده میشن همزمان ما مشاهده میکنیم که گوسفندان ذات حصاری نیز پرورش کرده میشن. خب برای گرفتن نطفه و زیاد کردن مثلا ذات گوسفند حصاری اینجا خیلی خوب کارهای علمی تحقیقاتی برای مانده شده است. خب در این زمینه کم توضیح بدید. نوع‌های چاروایی که در همین جمهوری ما و پرورش میکنن همون نوع ما آورده همینا چی میکنیم اینجا برای چی اساساً همین کاری ما میبردگی برای چی برای در آینده همین ذات‌های چاروایی که در جمهوری ما هست ما گین همینا باید ما نگاه داریم در همین ذخیره‌گاهمون. آینده در ممکن از همین چاروایی که به محصولی که در همین چیزی ما هست در همین جمهوری ما هست همین ما باید استفاده کرده یک نوع بقوت دیگه ذاتی نوع دیگه علما میبرورن. به همین خاطر باید در ذخیره‌گاه ما تمام نمودی همین چاروایی که در جمهوری پرورش می‌یابد باید ما نگاهبین کنیم. ما در حال در آقلخانه همون با همین خیلی نوع ذات‌های چارو ما داریم. با مقصد اجرای وظیفه‌های ذکر شده هرچی بیشتر ذخیره نمودن وایه نطفه چاروای سرمحصول، آماده نمودن شرایط برای آفریدن تیپ و ذات‌های نوی چاروای نمادهای گوناگون از بقای نسل دهنده ذات‌های گوناگون نطفه گرفته منتظم نطفه آنها از سنجش گذرانده می شود. با نظر داشت که چاروای باردار کرده شده نسل سالم و سرشمار بیشتری گوساله به دست آورده شود، یکی از عامل‌های مهم این قابلیت باردارکنی نطفه از معین کردن این نشانداد به حساب می رود. اساسی ذخیره‌های نطفه این تکمیل دادن و زیاد نمودن نسل ذاتی چاروای اهالی به راه مانده شده است. اساس دستاوردهایی که مرکز بیوتکنولوژی چاروا اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان به دست آورده شده است این یکونی مراتبه یخ کردن نطفه در شکل نکچگی با استفاده کامپیوتری ایده تکنولوژی می باشد که برای خواجگی ها و نقطه های باردارکنی صنعی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان تامین کرده شده است. اینچنین این مواد را با خارج‌های آلمان روس ما تهیه کردیم که در آینده برای گرفتن دو نسل هم چاروای کلان شاخدار هم چاروای میده شاخدار میتواند که دو نسلی گرفته شود. اساس از ما در چاروای میده شاخدار کارهای علمی تحقیقاتی را ادامه دادیم گذرانده هستیم که نتیجهش ماهای مرد نتیجه دلخواه به دست گرفته می شود. پیش از آغاز نمودن باردارکنی ماده‌گاه‌ها به طور ثانی یکی از طلبات اساسی این معین کردن و موافق بودن نطفه برای باردارکنی ثانی ارزیابی می شود. از این رو در آزمایشگاه مرکز
پیش از استفاده بردن نطفه برای باردارکنی معین نمودن قابلیت باردارکنی نطفه بقاهای نسل‌دهی در مرکز بوده حرکت نطفه آنها مورد آموزش قرار داده می شود. یکی از عامل‌های رشد ساحه چاره‌داری این ثمره‌بخش استفاده نمودن ذخیره‌های ارثی چاره‌های موجوده که در نتیجه تامین نمودن امنیت عضوخواری اهالی روانه کرده می شود که در مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاره‌ها اصول‌های اینوواسیونی بیوتکنولوژی چاره‌ها استفاده برده می شود برای خوشزاد نمودن چاره‌های اهالی و موادهای بیولوژی و کیمیایی استفاده برده برای نسلگیری چاره‌ها آماده کرده می شود. در مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاره‌ها اساساً از ذات‌های چاره‌های علای سیاه علای تاجیکی، سیمینتالی، تیپ شیوت مانند تاجیکی و گلشتینی نطفه ها موجود می باشد که برای ذخیره نمودن در ذخیره‌گاه بانکی نطفه مرکز موجود می باشد. یکی از عامل‌های رشد ساحه چاره‌داری این ثمره‌بخش استفاده نمودن ذخیره‌های ارثی چاره‌های موجوده و در این زمینه رواج بخشیدن به آن به شمار می‌رود. در رشد ساحه یعنی تامین استفاده بری استوار، تکمیل دادن و زیاد گردانیدن محصولناکی چاره‌های زاد و نمودهای گوناگون موجوده، بلند برداشتن ثمره‌ناکی اقتصادی خودجگیداری، تطبیق دستاوردهای علمی ساحه به طور وسیع، استفاده اصول‌های اینوواسیونی بیوتکنولوژی عاملی به دست آوردن نتیجه‌های نظررس علمی میباشد. در مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاره‌ها گروهی سیار باردارکنی صنعی چاره‌ها عمل می‌کند که این گروه اساساً از نطفه‌های همین مرکز استفاده برده می‌شود. ما خیلی گفتیم نطفه‌ها را ما سنجیده بعد از 21 روز سنجش دیدیم که معاین کردیم که فایزی نطفه چند فایز از زنده مانده است، بعد به طلبات جوابگو باشد، بعد به باردارکنی صنعی چاره‌ها روانه کرده می‌شود که در این سمت گروه سیار باردارکنی مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاره‌ها عملی می‌کند که برای خوشزاد نمودن چاره‌های اهالی روانه کرده شده است که گوساله‌هایی که به دست آورده می شود از روی اکستریر قد و بست نسبت به گروه‌های چاره‌های محلی که باردار کرده شده است نسبتاً 15-20% محصولناکیشان بلند می باشد. یکی از دستاوردهای سال 2025 در مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاره‌ها این بار اول یک‌کنانیدن نطفه‌های قشقارهای نسل دهنده ذاتی حصاری و گذراندن باردارکنی صنعی ارزیابی می‌شود. اینچنین اولین بار استفاده بردن محلول برای گرفتن دو نسلی از هر یک میش باردار کرده شده گذرانده شده است. نتیجهش سال جاری نشان داده خواهد شد. اساساً چاره‌های ذاتی محلی خودمون هستند، ذاتی علای تاجیکی شیویت مونن، همین ذات ها را ما نگاه کرده بر وزن زنده چاره‌های اهالی که می باشد مطابق به همین ما باردار میکنیم. اساساً صفت نطفه باردار کرده شده همین اساساً از خوراندن، نگاه و بین، سلامتی اساس می باشد که در آزمایشگاه مرکز همین را سنجیده بعد اجازه داده میشد که باردار کنند. در مرکز گروه باردارکنی سیار چاره‌ها عمل میکند. این اساساً ما با خوجگی‌های شرطنامه بستگی هم فعالیت همکاری میکنیم، هم با اهالی، اساساً بسیارتر اهالی گیر تو اطراف شهر دوشنبه گروه باردارکنی صنعی چاره‌های ما با همین چاره‌های اهالی اساساً باردار میکنند که با یک خوشزاد نمودن چاره‌ها به عمل می‌آید. مقصد اساسی کارهای علمی تحقیقی در آن است که ما خوجگیداران میتوانند که با ما مراجعت کنند، همکاری را برامانند. ما رفته که گروه سیار باردارکنی صنعی چاره‌ها هست، رفته چاره‌های آنها را خوشزاد نموده محصولناکی آنها را بلند بردارند و همچنین میتوانند از استفاده برند از نطفه‌های مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاره‌ها. در مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چاره‌ها اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان گروه سیار باردارکنی صنعی چاره‌ها عمل می‌کند که برای خوشزادکنی چاره‌های اهالی سفربر کرده می‌شوند. از سال 2023 تا ماه ایولی سال 2025 گروه سیار باردارکنی صنعی چاره‌ها زیاده از 1200 سر چاره‌های اهالی را باردارکنی صنعی گذرانیدند که
از همین 1200 سر مدعای بردار کرده شده 728 سرش یعنی 60% بردار شده است. چارواهای بردار شده هستند از شهرهای تابع مرکز و خواجگاهایی که با آنها شرطنامه همکاری بسته شده است میباشند. در سمت کاری ما اساسی در مرکز بیوتکنولوژی چوروا اساسا برای تیار کردن نطفه نگاه داشتنش و قابلیت نوکیش بردار کردن و اساسی سمت اساسی باز برای بردار کنی مال چوروی اهالی را بردار کنی سنی اساسی سمتش بهمون نگاه بردار کردنمون بردار کنی سنی کردیم. در وقتی که بردار شدن چوروی خوشزاد گرفتن و امین داشتن چوروا از کسلی های عضوهای تناسلش مثال یکم خاصیت خوبی بردار کنید سنی همین میشه. چوروای اهالی خدمت رسانی ما بسیار با چوروای اهالی خدمت میرسانیم. کارهای علمی تحقیقاتی گذرانده شده این برای خودزاد نامدن چوروای اهالی میباشد که در این سند مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چوروا سهم خود را میگذارد. نتیجه های کارهای علمی تحقیقاتی نشان داد که مصالحه های به دست آمده از روی اکستریر نمود ظاهری از چوروای محلی بهتر بوده، محصول نوکیشان بلند میباشد. اساسی کارهای گذرانده شده این خودزاد نمودن چوروای اهالی و بلند برداشتن محصول نوکی آنها میباشد که برای تامین نمودن امنیت عضوخواری اهالی روانه گردیده است. برای گرفتن بهترین ذات‌هایی که عالم‌های خودمون مثال تاجیکی ذاتی سیاعلای تاجیکی ذاتی شویدی تاجیکی و سیمنتال ذات‌های سیمنتال همین راه را براه موندگیم برای بردار کنی سنی طلبات میشد کدام ذاتی که اهالی طلبات کرد از همون بردار میکنیم برای ذاتی نغز گرفتن برای سرمحصول کردن چوروشون و فایده برای خانواده‌اش. طلبات چند بسیارتر حاضر شده پیشرفتی علم و تکنولوژی به حد طلبات به حد هست میشه طلبات هست ما فقط برای اهالی که خدمت میرسانیم اهالی اگر که گوساله نغز گیرد یک تاش گرفت سالی 3 ماه 4 ماه شد در بازار فروختنش که درآمد نغز درآمد کرد با همسایه‌اش دگم میزنه و میبینم مثال پیشنهاد میده که همه چیز کار کنیم بهتره از همین طلبات ها هسته کار نغز پیش رفت شده. گروه سیاری بردارکنی صنعی چوروای مرکز جمهوری بیوتکنولوژی چوروا در این دوره 65 سر مدعای ذاتی علای تاجیکی، 25 سر مدعای ذاتی سیمنتالی و 31 سر تیپی شویتسوزه بومانند تاجیکی را در شهرهای حصار، نارک و ناحیه رودکی فیض‌آباد بردار نمودند. جمع در سال 2025 121 سر چوروا بردار کرده شده است که نتیجهش سال 2026 نشان داده خواهد شد. اساسی کارهای گذرانده شده این خودزاد نمودن چوروای اهالی و بلند برداشتن محصول نوکی آنها اردوی می‌شود که برای تامین نمودن امنیت عضوخواری اهالی روانه گردیده است.